تولد تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخواجه هستم. سلام. امروز 21 اکتبر در برنامه خبری این موضوع ها را داره. تو در کشور خودت نیستی. ماموران پلیس مسکو در داخل شعبه یک مهاجر تاجیک را تحقیر کردند و زیر مشت گرفتند. پسان من تلفنم را برآوردم و گفتم ثبت میکنم. بعد این آنها مرا به شعبه بردند. تلفنم را روی میز گذاشتم. آنها مرا بوغی کردند و در دیوار راست مانده با مشت زدن گرفتند. محبوسان سیاسی را رها، نرخ گاز و برق را کم و زنان را دیگر لط و کوب نکنید. برای این تقاضا دهان نفر را در آذربایجان بازداشت کردند. اعتراضهای بدون اجازت ادامه دارند. و دهان نفر را از یک ریاست خدمات گمرک از کار راندند. افسران خارج شده نتیجه اتستات را ناعادلانه می‌خوانند و بحث را تا به دادگاه کشاندند. من نوشفافیت زیاد هست. 14 و از 10 یک بال. 15. اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. وزیر نقلیات تاجیکستان در یک جلسه فعالیت شرکت IRS را به بادی انتقاد کشیده است. شرکت آفشوری Innovative Road Solutions بر اساس یک سازشنامه با حکومت تاجیکستان 10 سال باز یگانه راه به شمال کشور را در اختیار دارد. مالکان شرکت معلوم نیست در تاجیکستان تنها نمایندگی آن فعال می باشد. تا امروز اهالی بارها از کاری IRS ناراضگی کرده است، ولی کم اتفاق می افتد که مقامات از فعالیت آن تنقید نمایند. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر. خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان از کار شرکت IRS انتقاد کرده گفته است این شرکت در پیشنهاد حسابات به مقامات به خودسری رخ می‌دهد. شرکت IRS تا حال به این انتقاد واکنش نکرده است. وزیر نقلیات در جلسه جنبستی وزارت گفته است از بی‌مسئولیتی کارمندان IRS در راه دوشنبه چنوق تنبشوی ماشین‌ها به وجود می‌آید و ماشین‌ها تا 2-3 ساعت در نوبت می‌ایستند. این از کمترین انتقاد مقامات از کار شرکت IRS میباشد که یگانه راه به شمال کشور را در اختیار دارد. مسئولین شرکت IRS تا حال در این باره واکنش نکردند، اما هفته‌نامه رسمی وزارت نقلیات می‌نویسد نصرت الله اشانجانوف نماینده این شرکت در جلسه جنبستی وزارت گفته است آمادگی به زمستان در این شرکت قریب پورا اجرا شده، عاید به ایرادها و جهت حل نقصان‌ها چاره‌جویی می‌کنند. انتقاد دیگری وزیر نقلیات این بوده است که در راه زیر نظر شرکت IRS ماشین‌های بارکش انگشت و خاک به بالا پوش می‌گردند و این باعث غلیظ شوی هوا و افلاس گردیدن درون نقل می‌گردد. خدمات را سفارش می‌دهم که عاید به این مسئله سنجش گذراند. نمایندگانشان میگویند که کارمندان IRS آنها را نمی‌مانند کار کنند. مگر این راه تاجیکستان نیست؟ آخر جوابگوی همه راه‌های کشور وزارت نقلیات است. کم و کاست راه‌ها را از ما می‌پرسند، گفته است وزیر نقلیات تاجیکستان. شرکت آفشوری IRS بر اساس یک سازشنامه از سال 2009 با حکومت تاجیکستان مسئولیت نگهبانی راه دوشنبه چنوق را به عهده دارد. این شرکت برای این کار از رانندگان مبلغ میگیرد. مولا رجب یوسفی گزارش میداد. مسئولان شرکت IRS در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به تنقید وزیر نقلیات دیرتر جواب میدهند، ولی در صحیفه اجتماعی شرکت مذکور پاره از گزارش رادیو آزادی چون نمونه آورده شده است که ماه ژانویه امسال وزیر نقلیات تاجیکستان به فعالیت این شرکت نظری مثبت داشته است. ما همین فکر را داریم، حساب و کتاب کرده ایستاده‌ایم. خودتان شاهد اول شدیدتان که روی پولکی دوشنبه خوجند از لحاظ اهمیت اقتصادی و استراتژی خود به طور مثبت نشان داد. همین برفباری تلمخروی اگر همین راه پولکی نمیشد استفاده این راه وزارت نقلیات با این مبلغ‌های جدا کرده شده برآمدنشان امر محال بود. حالا رو می‌آوریم به روسیه. یک مهاجر تاجیک به کمیته تفتیشات و نیروهای دیگر روسیه از بدرفتاری ماموران پلیس مسکو شکایت کرده است. عبدالرحیم نظرف را در شعبه پلیس تحقیر و لط و کوب نمودند. او را برای آن جزا دادند که می‌خواست ماموران را به نوار بگیرد. همچون دلیل اذیت مهاجر ثبت صدای کارمندان پلیس را دارد. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم در این باره گزارش تهیه کردند که آن را کیومرثی تام تقدیم می‌کند.
Он занимается запрещено разговаривать, пользоваться телефоном в административном здании. Чё ты делал, блядь? Я пересмотрел YouTube, а? И шапка. А? Ты чё так базаришь, а? Ты блядь? А? Ты чё, блядь, а? Тебе чё, балай разобить, а? Чучело, блядь. Смотри, блядь, запоминай, блядь, ты в риэлторе, понял? Ты куда попал, в какую страну, блядь? Может, у тебя говна найти, блядь? Пару грамм, блядь, поедешь, нахуй, а? این تنها قسمت کمی ثبت صدایی کارمند پلیس شعبه کارهای داخلی ریوتوف است که فعلا شخصیتش مشخص کرده نشده است. مأمور پلیس مهاجر تاجیک را در شعبه دشنامه‌های قبیح داده تحقیر می‌کند. او از آن به خشم آمده است که زاده تاجیکستان عبدالرحیم سبب منع کردن او را در کوچه پرسیده است. بعدتر کارمند شعبه امور داخلی ریوتوف ویدیو را از خاطره تلفنش پاک کرد اما ثبت صدایی را ندید. تو در کشور خودت نیستی، فهمیدی تو به اینجا مهمانی آمده ای؟ من به اینجا برای کار آمدم. در اینجا چی کار میکنی؟ به کشورت رو در آنجا کار کن و پلیس کشور خود را به نوار بگیر، فهمیدی؟ خود عبدالرحیم میگوید 10 سال باز در روسیه کار میکند و بار اول است که با چنین بی‌قانونی روبرو شده است. و ساعت‌هایی را که در شعبه کارهای داخلی گذراند با دهشت به یاد می‌آورد. و گفت پلیس او را تحقیر کرد، به قفس سینه‌اش چند مشت زد و مجبور کرد که لباس زیرش را کشد. من از آنها پرسیدم که قرارداد کاریم به آنها چه لازم است. آنها گفتند که من باید این حجت‌ها را با خود بگردانم. پس من تلفنم را برآوردم و گفتم ثبت میکنم. بعد این آنها مرا به شعبه بردند. تلفنم را روی میز گذاشتم. آنها مرا بوغی کردند و در دیوار راست مانده با مشت زدن گرفتند. مهاجر تاجیک نمیخواهد خودسری پلیس را به گوشه فراموشی سپارد. عبدالرحیم نظروف برای گرفتن یاری حقوقی به سازمان‌های حامی حقوق مهاجران در روسیه مراجعت کرد. حالا آنها به کمیته تفتیشات و نهادهای دیگر عریضه نوشتند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در روسیه به تلفن باوری ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو زنگ زد. گوشی را نوبتدار تیورین برداشت. حالا در روبروی مهاجر از تاجیکستان نشسته است. کارمندان شعبه کارهای داخلی ریوتوف این جوان تاجیک و در عموم مردم تاجیکستان را تحقیر کردند. او در دالان شعبه 2 ساعت نگاه داشته شد. آنها برگشتند و از جیب مهاجر 550 روبل روسی را گرفتند. این خبر را به رهبریت میرسانم. پلیس درباره این حادثه معلومات دیگر نمیدهد. به قول حامی حقوق ولنتینا چوپیک، مأمور پلیس چند بند قانونی جنایی روسیه را پایمال کرده است. در این حالت بندهای قانونی ماده 330 قسم دوم خودسری، قسم 1 ماده 301 بازداشت غیر قانونی و قسم 1 ماده 286 سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی و تهدید استفاده زور نقض شده است. حامیان حقوق میگن رفتاری به گفته آنها غیر انسانی بعضی از ماموران پلیس روسیه با مهاجران حادثه نو نیست. آنها باور دارند که این وضعیت حاصل معلومات کمی حقوقی مهاجران و احساس بی‌جزا ماندن کارمندان حفظ حقوق روسیه است. با این حال حامیان حقوق باور دارند که وضعیت را تغییر دادن ممکن است اگر به گفته آنها مهاجران حق خود را دانند. شکایت مهاجر توجیک از تحقیر و لطوکوب ماموران پلیس در روسیه در حالی است که در کشور دیگر سابق شوروی کارمندان مقامات انتظامی حتی نسبت شهروندان خود رفتار درشت میکنند. به ویژه طور دیده می شود اعتراضها که در این کشور یعنی در آذربایجان که آخر هفته گذشته آغاز شدند، پلیس ده‌ها زنان را با شیوه خیلی دغل بازداشت نمودند. کارمندان پلیس در نوبت خود این عمل خودشان را با آن اساسناک میکنند که اعتراضها بدون اجازه تشکیل شدند. ادامه موضوع از عبدالله اشرف. روز شنبه 19 اکتبر پلیس آذربایجان ده‌ها اعتراضگر و از جمله رهبر حزب جبهه مردمی علی کریملی را بازداشت نمود. جمع آمدگان رهایی محبوسان سیاسی و کاهش نرخ برق و گاز طبیعی را طلب داشتند. اعتراضهای بدون اجازه روز یکشنبه هم ادامه یافتند. 20 اکتبر تخمینا 50 یا 60 زن بازداشت شدند. اعتراضگران شعارهای نسبت خشونت بر ضد زنان را بالا برداشته بودند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف پس از مرگ پدرش حیدر علیف در سال 2003 به کرسی ریاست جمهوری این کشور نشسته است. او را با محدود نمودن منظم حقوق و آزادی های شهروندی متهم می‌کنند.
در سالهای حکومتداری ایلهام علیف فعالیت چندین رسانه مستقل منع شده، دهها فعال حقوق بشر، ژورنالیست و حامی حقوق بشری آذربایجان حبس شدند. اکثر آنها تاکید میکنند که حکمی آنها جلوی سیاسی دارد. و بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشوم که اگر شما شاهد حادثه شدید و میخواهید دیگران نیز درباره آن بدانند، پس لطفاً با ما تماس بگیرید. رقم ما در شبکه‌های واتساپ و وایبر همانا بی‌تغییر است: 420 724 05 66 81. طریق رقم مذکور ما از شما تنها نوار و عکس قبول میکنیم و البته به همکاریتان امید میبندیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برکناری 36 کارمند ریاست منطقوی خدمات گمرک تاجیکستان در شهر ترسونزاده بحث برانگیز شد. کارمندان پیشین خدمات ادعا دارند که در نتیجه اتستاتسه یا سنجشی به گفته آنها غیر شفاف ناعادلانه از کار رانده شدند، ولی مقامات میگویند کارمندان از وظیفه آزاد شده به مقام خود مناسب نبودند. اتستاتسه در ریاست‌های خدمات گمرک تاجیکستان بعد از تنقید پرزیدنت در ماه می امسال آغاز شد و هنوز ادامه دارد. شالوی عبدالله و علیشیر ظریفی در این باره گزارش می‌دهند. چند کارمند خدمات گمرک که بعد اتستاتسه از کار آزاد شدند به دادگاه شکایت بردند. پروین رحمانова یکی از آنهاست که 8 سال در خدمات کار کرده است. میگوید اتستاتسه ناشفاف بود و آنها را ناعادلانه برکنار کردند. در نظامنامه طرز گذراندن اتستاتسه گفتگی است که باید که جوابها در مدت 1 هفته یا 3 شبانه روز باید که به کارمند رسانده شود، اما 1 ماه و 10 روز پس در جای کار به واسطه به ما گفتند که شما از کار آزاد هستید. بررسی شکایت پروین رحمانова در دادگاه اسماعیل سامانی شروع شد. اما با سود ما دعوا کردیم که ما راضی نیستیم از خلاصه کمیسیون اتستاسیونی، چون که ما به سوال‌ها جواب داده بودیم، مقصد که قانونمند شده بودند خیر و مرافعه خبرنگاران را راه ندادند. در خدمات گمرک گفتند اتستاتسه نشان داد که کارمندان به مقام خود لایق نبودند، برای همین از کار خارج شدند. پروین رحمانова میگوید این ادعای دروغ است و برای اثبات دلیل‌های خود را پیش می آورد. دیپلم آلا گرفتین شما؟ این از تکمیل اختصاص است. اتستاتسه کارمندان گمرک از ماه می از جمله با اشتراک نمایندگان اگنتی خدمت دولتی دایر شده است. تنها از میان 134 کارمند ریاست منطقوی گمرک ترسونزاده 36 نفر از کار آزاد شدند. در خلاصه کمیسیون اتستاسیونی که نسخه آن در دست رادیو آزادی هم هست گفته شده است از 6 سوالی که به پروین داده شده است او به 3 تای آن ناپوره و به باقی مانده سوالها پاسخ نداده است. مادامی که من تماما اگر سوالها را ناپوره جواب نداده باشم 14 بال از کجا پیدا شدگی است؟ برای همین ناشفافیت زیاد است. 14 و از 10 1 بال. اولی کافی برای گذاشتن 15. شفافیت برگزاری اتستاتسه ها از موضوعهایی است که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. چنین نظرهایی هم هست که حین اتستاتسه ها افراد دارا و با نفوذ برای ماندن در کرسی شانسی بیشتر دارند، اما اگنتی خدمت دولتی تاجیکستان پیوسته این گونه سر و صداها را رد می‌کند. و حکومت تاجیکستان پیشنهاد سخت‌تر کردن جزای قلابان را خلاف معیارهای انسان دوستی نامیده است. تابستان امسال پارلمان طرح اصلاح قانون را به حکومت پیشنهاد کرده بود که طبق آن قلابان را نه جریمه بلکه حبس کنند، اما حکومت تاجیکستان در خلاصه خود به این پیشنهاد وکیلان مخالفت نموده است. در خلاصه گفته می شود اگر جزا در نمود جریمه خارج شود به برقرار شوی ضرری رسیده تأثیر منفی می رسد. و بینندگان عزیز با این مطلب برنامه رو به پایان میرسونیم. تا صحبت بعدی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعالند. تماشای نوید بامدادی رو صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.